جانی سفرزاده یکی از مهاجران فعال تاجیک و رهبر رادیو مهاجر در یک مطلب در فیسبوک از وزیر جدید مهنت مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان ستایش کرده است که شب و روز حتی روزهای استراحتش در فکر مردم است. در سیمای او من وزیر و منصبدار احساس نکردم، همچون خواهر، زن و مادر دل پر از رحم را احساس کردم و همین بود که صحبت ما طول 3 ساعت زیاد کشید و حتی رفتن اینقدر وقت را احساس نکردیم. اگر این همه عقیده و ایده هایی که در این نفر دیدم راست باشد و در آینده رای حل خود را یابد، با باوریتان گفتن می توانم مهاجر صاحب خود را یافت. از رفت صحبت هم معلوم شد که در این دوره کوتاه کاریش پنهانی با چند مهاجر هم واخوری کرده سوالای خود را داده است. کاش دیگر وزیرها هم چنین رفتار و گفتار خوب می داشتند، مردم را خودشان تکلیف می کردند، صحبت می کردند و با مردم می بودند. نوشتش جانی سفرزاده. شیرین امانزاده، جوانترین عضو حکومت تاجیکستان که 3 نوامبر سال جاری وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان تعیین شد، بعد رسیدن به این مقام به سر گور مادرش رفته قسم یاد کرده بود که در این منصب حلال و صادقانه به وطن و به مردم خدمت خواهد کرد.